بچه ما اومدیم دانشگاه کاشان یه سمیناره و عکاسی داریم و فیلم برداریم. من همایش ها فوبیا دارم چون همیشه به کلم گیر میرن، مخصوصا وقتی که خودم عکاسی پزشکی فلان مثالی بزنم. یه بار خانواده این کار میکنه که جفت اینا اشتباه. الان سوشال مدیا و رسانه انجام شما ببخشید داره بای بای کن. شما روز آره منو آقای احمدزاده مراسم مدرسه ممنون از آقای طالبی. خانم مخالی به ولای نصف نیمه ما سلام کن. صرفاً تفاوت در هزینه دارن. من 20% تفاوت دارم. یکی از پزشکی ها حدود 30 میلیون هست هر رانندگان و خانواده شما. الان در نقطه‌ای هستید که در دقیقه 90 صحبت‌ها رو جمع‌بندی کنم. یک فلان هست. من اینجا اشکال نداره. میگم برفتم عباس دانشگاه پزشکی داشتم. خب من دارم اون طرف شما مگه نمی‌دونید می‌آفر دفترچه هیچ مشکلی گفتش این مثال میگم یه نفری که مثلا مهندسی خونده و کار مشاور تحصیل انجام میده انتخاب بشه ترجمه انجام میده. ریاضی تخصصی ریاضی، ترجمه تخصصی ترجمه و انسانی تخصصی انسانی. حامدی ولی سیتا اجازه نداره انتخاب رشته چون انتخاب رشته مثلا 17 تا دیگه دونه جا داره. آقا دارم چی شده؟ من فهمیدم 3 ماه بیکاریم، یه هفته دهن خودمون رو سرویس میکنیم و دوباره 3 ماه بیکاریم. اون 3 ماهی که میگی شما بیکاریم، من همچنان آره خب خودمو دارم میگم بیشتر. اونی که این دوربین رو داد دست من میخوام بگیرمش فیلمشو بذارم. باش زندگی دیمیا رو بگو باید عکاسی کنید بعد بیه عکس سیاه و سفید نگاتیو هم خود وجود خالی کنه چاپ کنید. بعد میرفتیم مثل تو شیوری مثل تو مروجه بیا بعد دنبال زاویه میگشتیم عکس رو میگیریم. حالا چون بچه نهرک بودن دوربین آتش بزن نهرک عکسای جلوش رو میکنیم دیگه باید شدیم چند کنیم مصنف کار کردیم سال دیگه حدوداً 84 دیگه از این کار رو میبینیم. همه مردم با هوش مصنوعی کاملا آشنا، شما باید حتما بشناسید، حتما باش اخ بشید. اینستاگرام الان تو ایران بسیار ویو داره. آقای طالبی بود یه نکته بگه عکس امام یه نصیحت بکنید در بچه‌های یوتیوب. چه کانالی هست؟ در قالب یوتیوب فقط باید صحبت کنید. هیچ جوری صحبت در حد اینتا صحبت نکنید. خب در چه محتوایی هست؟ من محتوام ولاگ میگیرم. نصیحت اینه که هیچگاه با راهیما همکاری نکنید. بعد بیپ بذارم دوباره روش مثل ولاگ. نوش جونه راهیما. هیچگاه با راهیما همکاری نکنید چون گول میخورید دیگه. اول میگه هیچ کاری نداریم بعدش خیلی کار ساده است. یعنی می‌بینید 4 خونه. من توصیه ها در حد چیزی ظاهرش هم توضیح کردم قابل پخش نیست واقعا. اشکال نداره. وارد جزئیات نمیشیم. آقا شما نصیحت روز تولدت رو نکردی به ما تو ویدیو قبلی؟ یادم میاد. الان اصلا ذهن ندارم. دفعه بعدی دوباره می‌پرسیم. دیگه هم کارگاه داریم. آره اوه ما کارگاه صفریه. یه بار با ما مهمان دعوت کنیم. درباره فاطمه است. ما میگم که توی پروژه‌ای که همراه با فاطمه‌ای هیچ اتفاقی نیست که ثبت نشده باشه تو دوربینش یا ویدیو مسیج بگیرم برای کسی میفرستم یا ولاگ میکنم. آقا زرا لایک نشون بده. فضول ازده ایداشو بولد کنید محموله اینو درست کنید. سلام یوتیوب فارسی آقا سلام. لپتاپ رو خیلی می‌خوره. یعنی چی؟ آقا
بچه تموم شده امروزم